عزیزم شما بذار جنسا تو گمرک بمونه، تو انبار گمرک توقیف بمونه. هزینه‌شو من میدم، هر چی باشه هزینه‌شو من میدم. آره قربونت برم، بذار تو انبار بمونه. بله، به خانواده خیلی سلام برسونید، ما رو از دعا فراموش نکنید. خدا حافظ شما باشه. چلدنگ کامی جون، یه سوال میتونم بکنم؟ میدونم تو دوست نداری که من توی کارات دخالت کنم یا ازت سوال بپرسم، ولی چرا باید پول بدی که جنسا توقیف بمونه توی گمرک؟ عزیزم موضوع بیزنس یکم پیچیده است، تو فکرتو مشغول این چیزا نکن. ببخشید فضولی کردم. عزیز خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. ببین عزیزم، این جنسا اگه ترخیص بشن باید بریزیمشون توی بازار. بازار. وقتی این جنسا بیاد تو بازار باید فروخته بشن. اما به خاطر تورم این جنسا وقتی توی انبار گمرکه همینجوری میاد روش، همینجوری میاد روش، همینجوری میاد روش. یعنی این جنسا همینطور که تو انبار هست بدون این که ما بریزیمشون تو بازار تا الان 1200 میلیارد تومان سود کردیم.